گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار هفتم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. راه‌های اساسی پهن‌شوی طایفه‌های هندو ایرانی و کامپلکس های ارخئولوژی آسیایی میانه. زیرباب مذکور به یکی از مسئله های مبرم تاریخ قدیم خلق تاجیک، پیدایش، مکان اصلی زیست و راه های اساسی پهن شدن قوم و طایفه های هندو ایرانی و آریایی بخشیده شده است. در بین عالمان، مخصوصاً محققان تاریخ قدیم، دایر به مسئله مذکور عقیده های گوناگون جای دارند. اکادمیک بابا جان غفورov به خاطر تصویری کامل این مسئله در زمینه سرچشمه های عمیق تاریخی و آثار خطی، تحقیقات شرقشناسان شناخته، آثار باستانشناسی، هر یک فرضیه و عقیده در علم موجود بوده را مورد تحلیل قرار داده است. عالم نکته سنج، برتری و نارسایی پیروان هر یک فرضیه و عقیده را در ترازوی علم گذاشته، با دلیل و تحلیل واقعی علمی اندیشه های خود را منظور نموده است. از جمله بابا جان غفورov تاکید می نمایند که دایر به حدود اصلی سکونت طایفه های هندو ایرانی تا زمانی از هم جدا شدن، عامل ها و راه های کوچیدن آنها از محل های اصلی خود اندیشه های مختلف علمی موجودند، ولی عقیده معمول و به واقعیت نزدیک این است که اجداد طایفه های گوناگون هندو ایرانی تا زمانی از هم جدا شوی در سرزمین آسیایی میانه و ناحیه های هم حدود آن زندگی می نمودند. بعداً تقریباً در میانه های هزاره دو پیش از میلاد یک گروه هندو آریایی به سمت هندوستان امروزه، گروه دیگر به طرف آسیای پیش حرکت نمودند. از این آثار زیادی نطق و فرهنگ از آنها باقی مانده شهادت می دهند. همچنین طایفه های ایرانی اجداد میدی ها، فارس ها و غیره به سمت ایران غربی حرکت کرده در آنجا سکونت اختیار نمودند. این نکته نظر را اکثریت مورخان، ایران شناسان و زبان شناسان از جمله و گیگر، اد میگر، و برتالد، خرسفلد، کریستینسون، بنوینیست، کامرون، ملیکاشویلی، ام آرانسکی، علیف،
ر فرای و دیگران جانبداری می نمایند. این عقیده در بین باستانشناسان نیز طرفداران زیاد را صاحب است. باستانشناسان شناخته شوروی از جمله A.N. برنشتام، S.P. تالستوف، M.A. ایتینا، U.A. زاتنیپروفسکی، ی کوزمینا، A.M. مندلشتام و دیگران آریایی ها و ایرانی ها را اهلی مدنیتی اندرانی و یا دشتی آسیای میانه عهد برنجی می شمارند. به اندیشه گروه دیگری باستانشناسان از جمله اسپ تالستوف، وم ماسون، ایم دیاکانوف، یو و گنگوفسکی و دیگران اهالی زراعتکار جنوب و غربی آسیای میانه و ناحیه های هممرز ایران و افغانستان امروزه نیز هنوز از 1003 پیش از میلاد و یا از نیمه دوم آن منسوب به قوم آریایی بودند. این چنین عقیده های دیگر نیز جای دارند. مثلا برخی از محققان پیش از همه گ خیوسینگ، ف کینیگ، ار گیرشمن، ا گرانتوفسکی در آن اندیشند که اجداد میدی ها، پارس ها و دیگر خلق های غربی ایرانی و ایران امروزه نه از آسیای میانه بلکه از شمال به واسطه کافکاس وارد شدند. آنها تخمین میکنند که در 1002 پیش از میلاد طایفه های ایرانی یا قسمی آنها در جنوب و شرق اروپا و بخش دیگری آنها آن زمان در آسیای میانه و ناحیه های شمالی همسایه آن زندگی می کردند. به هندوستان باشد گذشتگان هندو آریایی محض از آسیای میانه رفتند. اما عالمان دیگر به مانند ف التخایم که ایتمر دعوا به آن دارند که گویا طایفه های ایرانی از طرف کافکاس به ایران امروزه آمده سپس از همانجا به محلهای جنوبی نزد اورال و دیگر ولایت‌های آسیای میانه رفتند. همزمان بعض عالمان دیگر نیز گروه آریایی‌های در 1002 پیش از میلاد به آسیای پیشرفته را هم اکثر وقت از طرف کافکاس می‌حسابند. با وجود چنین اندیشه ها عقیده آن که دیگر طایفه های آریایی اجداد ایرانی ها و هندو آریایی ها تا زمانی به دیگر کشورها کوچیدنشان در آسیای میانه و محلهای همسایه آن یک جای میزیستند از جانب اکثریت عالمان غالباً تأکید می‌یابد. عالمان به هندوستان رفتن اجداد هندو آریایی ها را به نیمه دوم یا عصرهای آخری 1002 پیش از میلاد نسبت می‌دهند. با تخمین متخصصان سنه تألیف کتاب مقدس ریگویدا قریبی عصرهای 1210 پیش از میلاد می باشد. از جمله ر خوشیل عقیده دارد که اجداد هندو آریایی ها تا به هندوستان رفتن خود وقتی دور و دراز در آسیای میانه و ناحیه های همحدود افغانستان امروزه یک جایه با نیاگان یک قطار طایفه های ایرانی از جمله اویستایی ها زندگانی می کردند. طرفداران عقیده با راه کافکاس به آسیای پیش رفتن آریایی ها به خلاصه آمدند که محض همین ها نیاگان آریایی های هندوستان بوده. قریبی های عصر 12 پیش از میلاد راه هندوستان را پیش گرفتند. قضیه دیگر نیز جای دارد که گویا مدرک های باستانشناسی در عصرهای آخری 1002 پیش از میلاد تقریباً عصرهای 1210 پیش از میلاد از آسیای پیش و ماورای کافکاس به واسطه ایران به طرف هندوستان حرکت کردن اجداد آریایی های ویدی را گواهی می دهند. اما محققانی نیز هستند که
وابسته به تاریخ گذاری پیشینه ریگویدا که آن را به دوره‌های قبل از 1002 پیش از میلاد نسبت می‌دادند، ساکن شوی طایفه‌های آریایی را به هندوستان به زمین‌های قدیمترین یعنی به 1003 پیش از میلاد منسوب می‌دانند. طرفداران این عقیده اساساً بعض عالمان هندوستانی میباشند. ریگویدا یادگاری قدیمه ادبیات دینی آریایی بوده، تقریباً در حدود پنجاب و سرگهی جمنا و گنگی هندوستان به وجود آمده است. این گمان را کشف شدن مدنیت خراپا، موهنجودارو در وادی هند و ناحیه‌های اطراف آن که در نیمه دوم 1003 و عصرهای اول 1002 پیش از میلاد وجود داشته است و این مدنیت آریایی ها می باشد تقویت می بخشد. ولی برابر آن گمان دیگر نیز جای دارد که گویا ریگویدا از مدنیت خراپا هم قدیمتر می باشد. همین طریق تأکید می نماید اکادمیک باباجان غفوروف ما درباره سرزمین ابتدایی قبیله های آریایی، زمان و راه های حرکت آنها از یک کشور به کشور دیگر به عقیده های گوناگون دچار می شویم، اما این معنای آن را ندارد که برای حل معمای آریایی ها یگان اساس باور بخش موجود نداشته باشد. معلومات و مدرک های علمی موجوده و نتیجه های واقعی تحقیق عالمان شناخته از جمله باستانشناسان شوروی در آسیای میانه امکان می‌دهند که از یک طرف بعضی نظریه های بی اساس را رد کنیم و از طرف دیگر فکر و عقیده های کاملا اعتماد بخش علمی را اعتراف نماییم. پیش از همه اندیشه هنوز در 1003 پیش از میلاد ساکن هندوستان گردیدن آریایی ها و فرضیه به آنها تعلق داشتن مدنیت خراپا یگان اساس علمی ندارد. این را بیش از همه نزدیکی به واسطه زبانهای هندو آریایی و ایرانی عموماً با عائله زبانهای هندو اروپایی تعلق داشتن گروهی زبانهای آریایی، معلومات راجع به علاقه های دور و دراز و پیوسته اهل این زبانها و ملاحظه های دیگر تخمین و گمان های پیشتر یا لااقل در اولهای 1002 پیش از میلاد به هندوستان مسکن کردن طایفه های ایرانی را انکار می نمایند، زیرا مدنیت خراپا زاده عصرهای 24-23 پیش از میلاد یا میانه های 1003 پیش از میلاد است و مدرک های باستانشناسی ثابت می نمایند که این مدنیت در زمینه ترقیات مدنیت محلی قدیمتری که در نیمه اول و میانه های 1003 پیش از میلاد وجود داشت تشکل یافته است. خراپا شهر باستانی هند یکی از مرکزهای اساسی تمدن خراپا 1000 ساله 3 عصرهای 17-16 پیش از میلاد. آن در نزدیکی مجرای کهنه دریای روی در ناحیه سهیولی حدود پنجاب پاکستان امروزه جایگیر است. برای همین این مدنیت قوم و طایفه های آریایی نبوده منسوب به ساکنان دوره تا آریایی می باشند که آنها به عقیده بعض دانشمندان به زبان گروهی دراویدی یا به زبانی به آن نزدیک گفتگو می کردند. مشاهده تأثیر زیادی زبان دراویدی به زبانهای آریایی هندوستان و حتی زبان ریگویدا و دلیل‌های دیگر این فرضیه را تقویت می‌بخشند. امروز نیز در ناحیه‌های جنوب هندوستان خلق‌هایی هستند که به زبان‌های گروهی دراویدی گپ می‌زنند و در پاکستان امروزه و ناحیه‌های همسایه جنوب افغانستان امروزه حالا هم قومی برگوی دراویدی زبان باقی مانده است. در عصرهای گذشته
قوم‌های دراویدی زبان این منطقه خیلی سرشمار بودند. تحقیق خط و آثار قدیمی مدنیت خرپه با اصولهای معاصر از طرف عالمان شوروی نیز دلیل آن است که زبان این نوشتجات آریایی نبوده بلکه به زبان دراویدی نزدیک است. برابر این معلومات و مدرک‌ها آید به زبان و مدنیت تقریباً میانه های هزاره دو پیش از میلاد که در سرچشمه های آسیای پیش موجودند نیز از آریایی ها برآمدن طایفه های هندو آریایی را تصدیق نمی کنند. در تحقیقات وقتهای آخر به میان آمده عالمان همه دلیل های به فایده این عقیده بوده را انکار نموده اثبات نمودند که آریایی های آسیای پیش هیچگاه اجداد طایفه های آریایی های هندوستان نبودند. به ضمن آن دلیل های باستانشناسی هم که گویا در عصرهای 12-11 پیش از میلاد طایفه های هندو آریایی از آسیای پیش و ماورای کفکس حرکت کرده باشند به اساس برآمدند. نظریه با راه کفکس به ایران آمدن نیاکان میدی ها، فارس ها و دیگر ایرانیان غربی نابسته از یک قطار طرفدارانش پایه علمی ندارد. نظری واقعی علمی آن است که طایفه های ایرانی به ایران و کشورهای دیگر محض از آسیای میانه رفتند، ولی از احتمال دور نیست که بعضی گروه های آن به واسطه کفکس هم گذشته باشند. عقیده بیواسطه از ناحیه های اروپایی جنوب و شرقی و ایران آمدن بعضی قبیله های غربی ایرانی نیز کاملا درست نیست، ولی تخمین کردن ممکن است که اگر این قبیله ها در واقع به واسطه کفکس گذشته باشند هم آنها قبلا از طرف شرق به محلهای شمال بحر کسپی آمدند. شاید این همان راهی باشد که بعدتر سکیف ها به واسطه آن به سوی غرب حرکت کردند. عقیده کاملا نادرست دیگر آن است که گویا طایفه های ایرانی به آسیای میانه از ایران امروزه آمده باشند. طایفه های ایرانی و ایرانی غربی در آخر هزاره دو و یا در حدود هزاره دو یک پیش از میلاد هجرت نموده در عصرهای اولی هزاره یک پیش از میلاد در این منطقه پهن گردیدند. اما طبق مدرک‌های تاریخی و زبانی و باستانشناسی طایفه های ایرانی الکی در نیمه دومی هزاره دو و ابتدای هزاره یک پیش از میلاد در آسیای میانه سکونت داشتند. به ضمن آن در این دوره یعنی هزاره دو پیش از میلاد در ایران غربی خلق‌های میزیستند که به گروه‌های دیگری نژادی و زبانی علمی‌ها، لوبوبی‌ها، کسیت‌ها و غیره تعلق داشتند. این خلق‌ها طبق معلوماتی در آثار خطی تصویر شده با آمدن طایفه‌های ایرانی در عصرهای اول هزاره یک پیش از میلاد تدریجاً موقع خود را از دست داده بعداً به آنها پرره آمیزش یافتند. خلق‌های امروزه ایرانی، فارس‌ها، افغان‌ها، کردها، بلوچی‌ها و غیره در حدود ایران و سرزمین‌های همسایه شرقی و غربی آن زندگانی می‌کنند. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار هفتم. آموزش کتاب تاجیکان
جوانان ما را هشدار می‌دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می‌بخشد.